بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدین به چنل یوتیوب افغانستان ولاگر. روز سوم انگلیش ریدینگ اسکیلز، مهارت‌های خواندن. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید برای ویدیوهای جدید. دی 3 ریدینگ اسکیلز، روز سوم مهارت‌های خواندن. Overview of the IELTS reading test. بررسی عمومی در بخش خواندن امتحان IELTS. 3 نکات مهم. اول، 3 پارت دارد و جمله 40 سوالات می باشد. دوم، وقتی که برای شما معین است 60 دقیقه و یا 1 ساعت می باشد. سوم، کسانی که امتحان اکادمی میتن امتحان از بخش اکادمی میتن و کسانی که امتحان جرنال میتن از اونا سوالای مختلف یا اخبار می باشه یا از کتاب می باشه و یا که از مجله ها می باشه. تست فرمت بریکداون، تقسیم بندی فرمت های امتحان. در امتحان کسانی که امتحان اکادمیک میتن برای اونا 3 لانگ تکست میه، تاپیک های مختلف و یا واقعی میه، موضوعات هدایت کننده میه و یا گفتمان ها و یا اصطلاحات میه. و کسانی که امتحان جرنال میتن برای اونا مهارت های بقای اجتماعی میه یا که محل کار و یا که معلومات عمومی. Types of questions، نوع سوالات. در امتحان خواندن یا که ریدینگ اسکیلز میتونه که اول true false یا not given باشه، multiple choice باشه، matching headings باشه، short answer questions باشه، fill in the blanks باشه، yes no باشه. skimming and scanning techniques، تکنیک های اسکیمینگ و اسکنینگ. این معلومات ما قبلا هم یادآور شدم، باز هم یادآور میشم که در بخش خواندن ریدینگ اسکیمینگ و اسکنینگ بسیار مهم است. اسکیمینگ چی است؟ اسکیمینگ ما یک پاراگراف یا ما یک موضوع را کاملا میخوانیم، باز بعد از جواب خود را انتخاب میکنیم. اسکنینگ ما وقت استفاده میکنیم، ما لازم نداریم که مکمل پاراگراف و یا که مکمل معلومات بخوانیم، ما فقط پشت تعقیب یگان وردی هستیم یا کیوردزی هستیم که برای ما عاجل کده جواب ما را انتخاب میکنه، یا که تاریخ شده میتونه و یا که نام شده میتونن. از این تکنیک ها بسیار لازم است که ما باید استفاده بکنیم در بخش ریدینگ اسکیل. تایم منیجمنت استراتژیز، استراتژی مدیریت زمان. در امتحان ما چطور زمان مدیریت بکنیم؟ اول شما میتونید که تقسیم بندی بکنید امی 3 سکشن. سکشن اول 20 دقیقه، سکشن دوم 20 دقیقه و سکشن سوم 20 دقیقه. و دومش شما باید اولیت بندی بکنید، ببینید که کدام سوالات شما برای شما آسان است. کسانی که کامپیوتر بیس امتحان میتن برای اونها شاید مشکل تر باشن و کسانی که پیپر بیس امتحان میتن اونا میتونن عاجل کده ببینن که برای ما کدام سوال آسان است که ما را انجام میدیم. سومش شما باید اوقات مد نظر یا ساعت مد نظر بگیرید. کسایی که در پیپر امتحان میتن میتونن ساعت روی دیواری رو ببینن و کسانی که کامپیوتر بیس امتحان میتن ساعتی که در کامپیوترشان در اسکرین شو میشه اونها رو مد نظر بگیرن. Understanding the passage، فهمیدن پاسیج. شما اگر طرف دستراز ببینید در بین داخل چارچوب‌ها دیجاست لیست اف هدینگ، این یک نوع سوالی است که در امتحان ریدینگ میان و در اینجا برای شما یک پاراگراف دیگه هم اضافی میتن که شما پاراگراف هم میخونین و امی هدینگ ها را امرای اونا میچ میکنین. در اینجا که ببینید read passage 1 as 6 paragraph A to F. Choose the correct heading for each paragraph from the list of heading below. Write the correct number 1 to 9 on the box. 1-6 on your answer sheet. اینی چیزایی هستن که برای شما زیاد هدینگ ها را میته و از بین ازوا انتخاب میکنید که کدام اونها مچ میکنن امرای از 1 تا 6. شما از 1 تا 6 جوابش انتخاب میکنین. این خود زیاد میته برای شما، اما از بین اینا انتخاب میکنین و هدینگ اما پاراگراف میتین. نوت تیکینگ استراتژیز، استراتژی یادداشت گرفتن. این موضوع را قبلا هم یادآور شدم، باز هم یادآور میشم که بسیار مهم است. شما کسانی که امتحان میتن از طریق پیپر بیس شما پنسل دارین امروی کاغذ و همچنان کسانی که امتحان کامپیوتر بیس میتن برای اونا هم قلم پنسل است و همچنان یک نوتبوک است. شما باید از ابریویشن یا از سمبل ها یا از مخفف ها استفاده بکنید عاجل کده. مثلا کانگرچولیشن اینی که هستن اسپلش بسیار دراز هستن و شما عاجل کده به خاطر از اینکه مکمل امی امتحان از پیشتان نره و شما میتونید عاجل کده CUN میتونید به می خاطر از مخفف ها از سمبل ها عاجل کده استفاده بکنید. Practice reading resources، منابع تمرین در بخش خواندن. شما میتونید از وبسایت های رسمی IELTS و یا بریتیش کانسل استفاده کنید و همچنان شما میتونید از IELTSonlinetest.com میتونید از کتاب های IELTS و یا که از یوتیوب چنل ها میتونید تمرین بکنید.
Example reading passage. نمونه پسیج در امتحان. قسمی که شما در تصویر طرف دست راست میبینید این یک نوع پسیج هستند و این پسیج شما باید از کدام نوع استراتژی استفاده بکنید. اما قسمی که ما قبلا برای شما یادآور شدم از دو نوع استراتژی باید استفاده شود. اولش اسکیمینگ و دومش اسکنینگ. این دو نوع استراتژی بسیاری از سوالات را در امتحان ریدینگ حل میسازد. Review the answers. مرور جواب ها. کسانی که استفاده از منبع های مختلف میکنن مانند یوتیوب چینل و یا که وبسایت ها، اونا میتونن که جواب های خود را در آخر اما سوال ها مشاهده بکنن و متوجه شوند که ببینند در کدام جای اونا اشتباه کردن، کدام جای درست اونا نفهمیدن، خود را درست بفهمن و پرکتیس زیاد بکنن. و یا کسایی که از منبع کتاب استفاده میکنن از خود آیلتس، اونا میتونن که جوابای خود را در آخر کتاب مشاهده بکنن و ببینن که در کدام جای اونا درست نفهمیدن و درست پرکتیس بکنن. vocabulary building. ساخت لغتنامه ها و واژه ها خیلی مهم است در بخش ریدینگ و لیسنینگ که لغت های نوی را باید بفهمید، معناهای نوی را باید بفهمید و همچنان شما باید از تکنیک های نوی باید استفاده بکنید که لغت های نوی را شما باید بفهمید و همچنان خیلی مهم است که لغت های مترادف هم باید بفهمید و خیلی حتمی و ضروری می باشد در بخش شنیدن و در بخش خواندن. Common reading challenges. چالش های عادی در بخش خواندن. اول جمله های پیچیده میتونه بیاید. دوم فهمیدن معنی های ضمنی. سوم توضیحات با لغت های ناآشنا. Practice exercises. تمرین. پیشنهاد برای تمرین روزمره. خواندن آرتیکل ها و جمع بندی. اگر شما تعدادتان زیاد است با همصنفیات تمرین میکنین هم خوب است و یا که اگر تنها هستین در تنهایی هم میتونید شما تمرین بکنین. Self assessment techniques. تکنیک های ارزیابی خودی. اول ارزیابی مهارت های خواندن و پیشرفت. دوم ادامه دادن خواندن و همچنان یاد گرفتن لغت های نو و همچنان درک کردن و فهم جملات. Mock test tips. نکته های مهم در امتحان آزمایشی. Simulating. شبیه سازی در امتحان. بسیار مهم است که در امتحان شما چند چیز باید مد نظر بگیرید. اول بسیار مهم است اوقات امتحان که 60 دقیقه و یا 1 ساعت می باشد. شرط و شرایطش باید مد نظر بگیرید که شما باید چه وقت شروع بکنید چه وقت ختم بکنید و با این خاطر اگر بخواید که موفق شوید شما پرکتیس تان زیاد بکنید. و دوم شما در وقت امتحان شما راحت باشین و همچنان تمرکزتان طرف درستان باشن. هر قدر شما در استرس برین همونقدر شما امتحانتان به خوبی سپری نمیتونین. Effective study habits. عادتهای موثر در وقت خواندن. Create a consistent reading schedule. شما برای خود یک تصمیم اوقات جور بکنین که در تصمیم اوقات بهتر است که شما باید پیش خود ببینین که از طرف روز یا کدام روزها کدام اوقات بهتر است که شما باید تمرین یا پرکتیس بکنین. دوم برای خود یک گل و یا هدف را مشخص را ایجاد بکنین که شما باید در بین روز یا که در بین هفته چند پسیج یا پاراگراف باید بخونین و تمرین بکنین. Summary of key points. خلاصه نقاط های مهم. Recap of reading strategies. شما باید بفهمید که از کدام استراتژی در بخش خواندن در امتحان خواندن استفاده بکنید و باید بفهمید که چه نوع سوالات میاین از اون نوع سوالاتش تمریناتش بسیار زیاد بکنید و همچنان از کدام منبع باید شما استفاده بکنید. از منبع کتاب میتونید استفاده بکنید، از منبع وبسایت ها میتونید استفاده بکنید، از منبع یوتیوب چینل ها میتونید استفاده بکنید. Question and answers. سوال ها و جواب ها. دوستان عزیز کسانی که اگر سوال دارن اونا میتونن سوالات خود در کامنت مطرح بکنن و همچنان کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار بدن و همچنان شما میتوانید که با دوستایتان شریک بسازین و همچنان بقیه دیگه سوشال میدیا صفحات اجتماعی ما را فالو و لایک بکنید. تشکر.